خطاب من به علی خامنه‌ای، رهبر رژیم اشغالگر ایران است. تو یک جنایتکار ضد ایرانی هستی. نه شرافت داری، نه انسانیت. دستانت به خون 10,000 ایرانی آغشته است. به خون کودکان، جوانان، بیگناهان. تو، رژیمت و تمام مزدورانت برای هر قطره خونی که ریخته اید پاسخ خواهید داد، بدون استثنا. ما نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم و نه عقب مینشینیم. همان گونه که جنایتکاران نازی در نورنبرگ محاکمه و مجازات شدند، تو و همدستانت نیز محاکمه و مجازات خواهید شد در دادگاه ملت ایران. پایان تو رسوایی است، ننگ ابدی. هیچ جنایتی بی پاسخ نمی ماند. نام تو ثبت شده است، نام تمام آمران، عاملان و همدستانت. راه فراری نیست، جایی برای پنهان شدن نخواهید داشت. قاتلان مردم ایران هیچ مسئولیتی نخواهند داشت. و شما ملت بزرگ ایران، فرزندان شجاعم، خواهران و برادران داغدار اما استوارم، شما تنها نیستید. ایستادگی شما تاریخ را تغییر داده است. شما در خط مقدم آزادی ایستاده اید و ما از همیشه به پایان این رژیم نزدیکتریم. این رژیم ترک برداشته است. قدرتش فرسوده شده. سقوطش آغاز شده است. به خودتان ایمان داشته باشید. به اتحادتان، به شجاعتتان، به بزرگیتان. این رژیم دیگر نمیتواند ملت بیدار و برخاسته ما را خاموش کند. نمیتواند ترس را بر ایران حاکم کند. این رژیم از شما و قدرتتان میترسد. ما اجازه نمیدهیم اندوهمان به ناامیدی تبدیل شود. هم میهنانم، سوگ از دست دادن بهترین فرزندان ایران سنگین است. اما ما این سوگ را به خشم آگاهانه و اراده‌ای شکست ناپذیر علیه خامنه‌ای و همه